خب سلام خدمت همه شما دوستان. امروز اومدیم که ناک آنالایزر رو معرفی بکنم. بالاخره درستش کردم و امکانات خیلی عجیب غریبی داره که توی ادامه ویدیو من بهتون نشونش میدم. نکته‌ای که هست، این ابزار تقریبا از موقعی که تیونینگ وارد ایران شده برای ما غیر قابل دسترس بود، اما الان از این به بعد دیگه اصلا اینجوری نیست و هر مپری میتونه این رو با یه قیمت به شدت منصفانه داشته باشه. و قبلا ما چند تا نمونه خارجی داشتیم که قیمتاشون الان یه چیزی اولوش 190-200 تومن هست که اصلا صرفه اقتصادی برای یه مپر نداشت که بره اونا رو بخره، اما الان داستان کاملا برعکس شده و امکانات فوق العاده ای داره. بخوام یه معرفی کوچیکی داشته باشم، یه دونه صفحه مانیتور داره به این صورت که درصد ناک رو برای شما می‌نویسه. من این رو اسمش رو میذارم بخش مبتدیش. یه بخش دیگرش هست که شما میتونید لاگ بگیرید از ناکی که ماشینتون میزنه. به این صورت به شما گراف دور موتور، درصد انرژی ناک رو میده که به شما تعداد ناکایی که رخ داده، انرژیشون چقدر بوده، شدت یعنی همون شدتشون چقدر بوده و اینکه قشنگ میتونید پیدا بکنید دیگه توی هر دور موتوری چند تا ناک رخ داده. خیلی راحت میتونید اونا رو پیدا بکنید. این ابزار به درد چه ماشینایی میخوره؟ سوال مهمیه. از موتور هوندای 125 تا لامبورگینی، هر کدوم رو که دلت خواست میتونی با این ناکش رو آنالیز بکنی. ببین، این ابزار ناک آنالایزر اسمش رو خودشه، فقط قرار نیست ناک رو برای شما مشخص بکنه، میاد ناک رو برای شما آنالیز میکنه. به چه صورت؟ همونجوری که توی گرافا شما دیدید میاد بهت میگه که مثلا الان چند تا ناک رخ داده با چه شدتی و کارش صرفا از مشخص کردن یه دونه ناک اومده بیرون و شما خیلی راحت میتونی از اینجا دور موتورش رو بخونی، ببینی چند تا ناک زده، با چه شدتی بوده و بیای اینا رو روی ماشینت اصلاح بکنی. در ضمن اگر که خودت مپر نیستی و ماشین داری میخوای ببری داینو، بهت توصیه میکنم حتما ببری پیش یه مپری که ناک آنالایزر داره، چون همینجوری رو هوا هر چقدر تجربه داشته باشی باز اون ناکه یه جایی هست که تو متوجهش نمیشی. چیزی که بهت نشون میده همین دستگاه، چیز دیگه بهت نشونش نمیده. خب ببین، بعد اینکه دستگاه رو ما اومدیم وصل کردیم به موتور، سنسور ناک و تجهیزات مربوط به دور موتور متصل شد، میایید سراغ منوی ستاپ. خب یه توضیح اینجا داشته باشیم. گزینه اول مربوط به قطر پیستون هست که برای موتورهای مختلفی شما میتونید این دستگاه رو استفاده بکنید. برای موتورهایی که قطر پیستونشون از 29 میلیمتر تا 470 میلیمتر هسته، شما میتونید به کمک این دستگاه ناکشون رو خیلی راحت تشخیص بدید. خب ما الان موتور EF7 رو چون داریم، قطر پیستون رو میذارم روی 78. خب گزینه بعدی که ما اینجا داریم گین هستش. گین دقیقاً میاد چیکار میکنه؟ اینجا این گزینه میاد تعیین میکنه که فرکانس ناک ورودی از موتور به چه اندازه تقویت بشه. چرا این گزینه خیلی مهمه؟ چون ببینیم توی بعضی از موتورها شدت انرژی ناک اونقدر زیاد نیست که دستگاه بتونه تشخیصش بده. پس ما باید یه دونه پارامتری داشته باشیم که بتونیم این انرژی رو خودمون تقویت یا ضعیف بکنیم. به عنوان مثال توی بعضی از ماشینا که سوپر ناک رخ میده، درصد انرژی که تشخیص میده از 100% میره بالاتر. یعنی حتی برای یه ناکای ضعیفی هم که توی موتور به وجود میاد، درصد خیلی بالایی ثبت میشه که ما باید بیایم به کمک گین این مقدار رو ضعیف‌تر بکنیم یا نه. توی بعضی از ماشینا انرژی ناکی که ما داریم خیلی پایینه و احتیاج داریم که یه مقداری بیایم این فرکانس‌های ورودی از طریق سنسور ناک رو بیایم تقویت بکنیم که اینجا کاملا قابل تنظیمه و از 0 تا 2 برابر شما میتونید این رو تنظیم بکنید. خب من برای این موتور مقدار رو میذارم روی 32 سر. گزینه مهمی که اینجا هست بهش میگن ترشولد. ترشولد میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا اگر که اون انرژی ناکت از این مقدار رفت بالاتر، شما باید ناک رو تشخیص بدی. کجا به درد میخوره؟ این پارامتر فقط مخصوص منوی مانیتور هستش که به این صورت شما مشاهده میکنید. این عددی که اینجا هست مربوط به درصد انرژی ناکمونه که من الان به شما میتونم نشون بدم. موتور که استارت بزنم و گاز بدم، خب
پارامتر درصد انرژی ناک هم به این صورت تغییر میکنه. خب چون من الان ترشولدم رو گذاشتم روی 30%، موقعی که اون انرژی ناک از 30% میره بالاتر، دستگاه میگه که الان ناک رخ داده. خب من میتونم بیام یه کاری بکنم و این ترشولد رو ببرم بالاتر تا توی درصدهای بالاتر ناک رو برای ما تشخیص بده. اما یه نکته خیلی مهمی که اینجا ترشولد داره اینه که این پارامتر مربوط به استاتیک ترشولد هستش، یعنی توی همه دور موتورها یه دونه ترشولد رو برای ما در نظر میگیره که پارامتر ناقصیه و راه حل این رو هم ما به شما ارائه میدیم. دقت بکنید که ممکنه بعضی وقتا توی دور موتورهای پایین‌تر ناک رخ بده و اون انرژی که اون ناک اون لحظه داره شاید مثلا 10-12% باشه، ولی ما گذاشتیم ترشولد رو روی 30%، پس متوجه اون ناک‌های دور پایین‌تر و دور میانی نمیشه. مشکل اصلی این پارامتر دقیقاً اینجاست. خب یه دونه گزینه دیگه هم توی ستاپ هست که میتونید شما برای موتورایی که 2 تا بنک سرسیلندر دارن بیاید استفاده بکنید. شما میتونید به این دستگاه 2 تا سنسور ناک متصل بکنید و هر کدوم رو که خودتون دوست داشتید بیاید انتخاب بکنید، کانال 1، کانال 2 یا اینکه جفت کانال رو با هم دیگه مانیتور بکنید که اینجا به این صورت منو برای شما پدیدار میشه. من الان گاز بدم، چون فقط یه دونه سنسور ناک من متصل به ماشین، فقط یکیشون رو من میبینم که داره تغییر میکنه به این صورت. خب این بار گرافیکم که اینجاست، اگر که قرمز بشه یعنی اینکه ناک رخ داده و به ما اعلام میکنه. خب بریم سراغ اون بحث ترشولدی که گفتم مشکل داره. ما برای این کار اومدیم قابلیت لاگگیری رو برای شما ایجاد کردیم. من بذارم روی کانال 1 و بریم سراغ منوی گراف. خب اینجا اگر که دقت بکنید این خط نوک مدادی که اینجا هست مربوط به داینامیک ترشولد ما هست. یعنی اگر که بیایید دقت بکنید توی مثلا دور موتور 1700 ترشولد من روی 30%، مثلا توی دور موتور 3600 ترشولد رسیده 43 و توی دور موتور 5400 ترشولد هم رسیده 54. اما این مقادیر ترشولد رو باید روی چند بذاریم. ببینید قابل ادیت هست اینجا. شما میتونید به کمک این چرخنده‌ای که اینجا هست بیاید این مقادیر ترشولد رو برای خودتون تنظیم بکنید. مثلا من توی دور موتور 5200 گذاشتمش روی 38%. اما این بازم درست نیست و کار به شدت وقتگیریه. پس بیایم چیکار بکنیم؟ میایید وارد منوی لرن میشید. اینجا شما میایید یه دونه مپ سیف با جرقه ریتارد و سوخت کافی به ماشین میدید. دقت بکنید که قصدمون توان گرفتن نیست. توی این بخش ما فقط میخوایم که نویز پروفایل ماشینمون رو در بیاریم و به این صورت ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم با یه دونه مپ سیف، مپی که سوخت کافی داره، سوخت کافی که نه بیش از حد برای اینکه ماشین ناک نزنه، یه جرقه ریتارد تا ما فقط نویز پروفایل ماشین رو در بیاریم که توی بخش بعدی من میرم سراغ لرن کردن نمودار داینامیک ترشولد. خب من الان میام سراغ لرن کردن داینامیک ترشولدم برای اینکه بتونم بعداً ماشین رو تنظیم بکنم. خب من الان یه دونه مپ سیف با جرقه ریتارد و سوخت بیش از حد دارم. خب میبینید که الان گراف من به این شکل لرن شده و یه گراف نامنظمی است. من میام یکم این بخشا رو که خیلی رفتن بالا مرتبشون میکنم و میارمشون پایین‌تر تا آماده ران گرفتن بشیم. خب این شد
نتیجه نهایی نویز پروفایل ما که به این صورت ترشولداش برای ما به دست اومد. الان من وارد بخش لایو که بشم، هر چی رام بگیرم و درصد انرژی نقاط رو بالاتر از این خط نوک مدادی ثبت بکنه تحت عنوان ناک برای ما میشماره. من از دور موتور 2600 رانم رو شروع کردم تا موقعی که ماشین رسید به کاتاف، یعنی دور موتور 6500. خب الان اگر که من رام بگیرم و این نقاطی که برای من ثبت بشه از این خط نویز پروفایل یا همون خط نوک مدادی رنگ بزنه بالاتر، تحت عنوان ناک برای من حسابش میشه. من الان میام دوباره یه دونه مپ دیگه میریزم توی ماشین تا شما اگر که این ماشین ناک زد رو بتونید اینجا روی گراف ببینید. خب من الان اومدم یه دونه مپ دیگه ریختم رو ماشین، سوختش رو تنظیم کردم، جرقه‌ش هم آوانسه، عکس گراف رو براتون میذارم. بریم ببینیم که این ماشین الان چقدر ناک میزنه. من گراف رو بیارم از اول. خب بریم ران ماشین رو بگیریم. ناک دور پایین داره فقط. خب ببین الان نوکایی که ماشین زد توی تقریبا دوره 3000 تا خیلیه و یه کمی هم توی کاتاف. خب یه نکته ای که هست، ببین مثلا الان اینجا من یه دونه ناک دارم. خب اگر که زیاد از این فاصله، از این خط نویز پروفایل فاصله بگیره، یعنی شدت ناک من بیشتره. که الان اینجا ناک بسیار شدیدی نیست، ناک دارم ولی ناک آنچنان شدیدی نیست. توی دور موتور نزدیک به کاتاف، یعنی تقریبا 6400 500 1 2 3 4 من 5 تا ناک داشتم که اونا هم غیر از یکی دو تاشون زیاد شدت نداشتم. خب من اینجا لازمه که دو تا توضیح بدم روی داینو، اونا رو یادم رفت که بهتون بگم. یک اینکه اون عدد قطر پیستونه که وارد میکنید روش فسفاس به خرج بدید. چرا؟ دلیلش رو بهتون میگم. چون موقعی که شما میای یه دونه قطر اشتباهی میزنی، کلا اون فرکانسی که ناک توش رخ میده کامل عوض میشه. خب یه رابطه عکس هم دارن. قطر پیستون بیشتر، فرکانس ناک پایین‌تر. قطر پیستون کمتر، فرکانس ناک بیشتر. پس نکته اول توی وارد کردن قطر پیستون وسواس به خرج بدید. این یک. دو، داستان اون نویز لرن کردنه چیه؟ نکته خیلی مهمی که هست اینه که هیچ دستگاهی، هیچ کدوم از ابزارهای تشخیص ناک توی دنیا قابلیت اینو ندارن شما وصلش بکنی به موتور و بگی این ناک بود. نه، اینجوری نیست. شما باید یه پایی رو براش تعریف بکنی. چون این بین صدایی که مثلا به عنوان مثال میگم من قطر پیستون میزنم 78 میلیمتر و از این 78 میلیمتر من میفهمم که الان فرکانس ناکم باید 7 کیلوهرتز باشه. این فرکانس های 7 کیلوهرتز فقط قرار نیست از اون ناک به وجود بیاد. ممکنه که به خاطر یه پدیده دیگه باشه، یه اتفاق دیگه بیفته و یکی از اون 7 کیلوهرتز ها بیاد توی دستگاه و دستگاه محض این که اونو بشنوه بگه ناک بود و اون موقع شما رو گیج میکنه. به عنوان مپر میای سوخت رو دست میزنی، جرقه رو دست میزنی، بوست رو بالا پایین میکنی، دیویتی رو دست میزنی، کلا گیجت میکنه، کارت کلا به هم میریزه. برای اینکه دقیق تر بشه ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم یه دفعه سنسوری که وصل کردیم یه دونه مپ سیف میزنیم به ماشین که مطمئن بشیم ناک نمیزنه. اگر که نتونستیم اون مپ سیف بدون ناکو بزنیم، اونم راه حلش الان بهت میگم. ولی ما میایم توی وهله اول یه دونه مپ سیف بدون ناک میدیم به ماشین. حالا میایم ران میگیریم. اون صدایی که الان دستگاه داره میشنوه صدای چیه؟ صدای احتراق سالمه، صدای باز و بسته شدن سوپاپا، صدای بالا رفتن پیستونه، صدای چرخیدن میلنگه، صدای تسمس، صدای بولبرینگ، همه اونا رو داره میشنوه. خب و بهش یاد میدیم که آقا اینا ناک نیست. اگر که یه صدایی با این مشخصات شنیدی، اینا رو ناک تشخیص نده. خب بعد که لرن کردی، دستگاه اینو یاد گرفت، میای چی کار میکنی؟ میای شروع میکنی مپ کردن. میای یه دونه مپ اورجینال مثلا میریزی. خب مثلا مپ اورجینال دیگه به نسبت اون مپ ریتارد و پرسوختی که ما داشتیم، یه هم سوختش کمتره، هم جرقه‌اش آوانس داره.
و ممکنه که ناک رخ بده. اونجا اگر که یه ناک یه دونه صدای غیر متعارف به نسبت اون صدایی که توی نویز لرن به دستگاه دادیم و سنسورمون بشنوه، یعنی کپچرش بکنه برش داره، میگه آها این ناک. به چه شرطی؟ توی اون محدوده فرکانس مد نظرمون با توجه به قطر پیستونمون باشه. مثلا ما که برای قطر پیستون 78 میلیمتر میگیم فرکانس اون باید 7 کیلوهرتز باشه، محض اینکه صدای 7 کیلوهرتزی بشنوه که مشابه قبلی‌ها نیست، میگه آها پس این ناک. پس این داستان نویز لرن رو خیلی 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 جدی بگیر و اصل ابزار تشخیص ناک هم همون نویز لرن است. نکته دیگه‌ای که هست، بعضی وقتا پیش میاد شما میای هر کار میکنی نمیتونی اون مپ سیفر رو بزنی، هر کاری که میکنی باز ماشین داره ناک میزنه. راه چاره چیه اون موقع؟ ببین خب جایی که ناک میزنه معلومه دیگه، یه نقطه بالاتر میذاره. خب لرنت که تموم شد، اون جایی که خودت میدونی ناک بوده توی چه دور موتورایی بوده و توی گراف برات مشخص شده، میری سراغ ادیت دستی. اون بخش رو به خاطر همین گذاشتیم. میری سراغ بخش ادیت، از اونجا خودت میای ترشولد رو منظم میکنی دیگه، یه حالت اینترپولیت بهش میدی و خودش به دست میاد. بعد که شما میای دستگاه رو اضافه میکنی، یه قابلیت اضافه کردم که به درد بخوره. توی ستاپ که میای مثلا فکر کن امروز قراره مثلا 5-6 تا 206 بزنی. خب دیگه لازم نیست هر دفعه بیایی توی ستاپ دونه دونه این تنظیمات رو بچینی. برای یکی از ماشینا که چیدی میای بیرون، میای توی گزینه سیستم، اوکی رو که بزنی، دومین گزینه میشه سیف ستینگ. سیف ستینگ رو اگر که بزنی، اون ستاپ مخصوص خودت رو برات ذخیره میکنه. هر دفعه که دستگاه روشن بکنی همون ستاپ برات میاد بالا. حالا بعضی وقت پیش میاد که شما نویز لرن کردی یه ماشینو و گراف بهت داده، خب نویز پروفایلش رو بهت داده، الان نداره اینجا مال من، و میخوای برای یه ماشین دیگه شروع به کار بکنی. اگر که بیای روی نویز پروفایل اون دوباره نویز لرن انجام بدی، دستگاه به اشتباه میفته. باید بیای چی کار بکنی؟ برمیگردی دوباره میای توی گزینه سیستم آخری، اوکی که کردی، اینجا دیفالت کرو رو میزنی، یعنی منحنی پیش‌فرض. منحنی پیش‌فرض رو که فعال کردی، دوباره میتونی بیای نویز لرنت رو انجام بدی. خب اگر که آپدیتی چیزی بیاد برای دستگاه، من هم توی وبسایت، هم توی پیج، هم توی کانال تلگرام اعلام میکنم و میتونی بیای از اینجا چک بکنی. گزینه آخر فریم ورژن بهت میده، یعنی اینکه چه نسخه الان روی دستگاه هست و از اینجا تست میکنی ببینی که دستگاهت بروزه یا نه. یه دونه گزینه دیگه هم هست، بعضی موقع احتمال داره که تحت ضربه یا هر چیز دیگه ای این بارگراف اینجا آسیب ببینه. میای توی سیستم اوکی رو که میزنی، اولین گزینه LED تست رو اگر که بزنی، بارگراف به این صورت برای تست میشه و مطمئن میشی که مشکلی نداره. هرچند من توی کدش نوشتم که هر دفعه اینو ما روشن کردیم، چون تنها سیستم اخطار رخ داده ناکمون هست، خودش برامون تست میکنه. اگر که هر دفعه متوجه خرابی این قطعه شدید، بیاید یه دونه LED تست بگیرید و در نهایت به ما اطلاع بدید و از پشتیبانیتون استفاده بکنید.